مشکلی نداره. چین ها رو بین ترک های کلاه و برش های کلاه منظم پخش کنیم و اون نوار رو که اندازه دور سرتونه به این شکل به کلاه بدوسیم. تازه چین کش بشه ایستایی و زیبایی بهتری هم پیدا میکنه. خب به این شکلی نوار رو دوختم. شما میتونین پهنای نوار رو اگه دوست داشتین بیشترم بگیرید. آستریرم که آماده کرده بودم به این شکل لبه نوار رو به بیرون برمیگردونم، روی خوب کلاه رو به روی خوب آستری میذارم و میام آستری رو به کلاه وصل میکنم. تمام برش ها رو تیکه تیکه روی هم میذارم. 8 تا ترک یا 8 تا برش داریم دیگه. میبینید آستری یکم بزرگتره چون دور تا دور کلاه چینکش شده بود که اندازه نواری که دور سر من بود بشه. خب حالا هیچ اشکالی نداره. موقع دوخت